با سلام خدمت ملت نمک نشناس. حالا یه مدت خیلی وقت کمی ما یه مسابقه خیلی کوچیکی در یکی از این صفحات اینستاگرام داشتیم که من و عشقم رشتیم راجع به زندگیمون صحبت میکردیم. نشناختین؟ خب که شده طفله، خیلی پیر شده. حالا توضیح میدم، چایتونو بگیرین، قلیونتونو بگیرین، میگم کی هستی. که البته بعضیتون شروع کردین کلی مزخرف گفتن و اینا. البته خب مسابقه خصوصی که نه، با مسابقه عمومی، یعنی برای عموم گفتیم، اما خب شما روتون زیاده دیگه، میگین قضاوت میکنیم، فوش میدین، فوشای آنچنانی. آره عزیزان، ایشون عشق من هستن و یادتون نمیاد؟ نه یادتون میاد اون آهنگو اول انقلاب؟ ایران 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 رگبار مسلسل ها. یادت اومد؟ سرود انقلاب که خون مردم رو به جوش آورد، ایشون نوشته بودن، عشقم نوشته بودن. آره دیگه ایشون نوشته بودن. البته الان خیلی پیر شدن، خیلی وحشتناک و اینا شدن. خیلی تو سوال کردین، گفتین که چند سالشه. والا سنش خیلی بالا هاست، رقمو خیلی بالاست. آره نجومیه. بعد خیلی تو خیلی پر روین، گفتین که از بابات خجالت نمیکشی؟ نه از بابام خجالت بکشم؟ چرا؟ چتونه مگه؟ من از بابام خجالت نمیکشم، از بابا بزرگم خجالت میکشم، چون ایشون بابای من از ایشون خیلی بزرگ کوچیک‌ترن. آره بابا بزرگم هم سن و سالشونن. بعدشم من فقط عاشق خودش شدم، پیور لاو. بعد چرا قضاوت میکنین؟ شما اگه دقت کرده باشین تمام این هنرپیشه‌های اون طرف دنیا، هالیوود، تمام خانم‌ها زن این مردایی که 50 سال از خودشون بزرگتر هست میشن. آره دیگه. البته ما شعرهای انقلابی و سرودهای انقلابی نوشتیم و سفره انقلاب سالهاست داریم میخوریم، اما خودمون رو با هنرپیشه‌های هالیوودی مقایسه میکنیم. آره چطونه؟ همه این کارو میکنن، چیز عجب خری نیست. البته من ایشون رو در یه فرودگاه دیده بودم، اصلا نمیدونستم هنرپیشه از خواننده است. من نمیدونستم. خواهسا دستش بود، کمرش هم خم بود. من موقع بچه سال بودم. آره نمیدونستم. اومد یه آدم سر رو زمین برداری، کمرش خم شده بود دیگه، بالا نمه. رفتم کمکش کردم، کمرش رو زدم بالا دیگه، همونجا عاشقش شدم. اصلا بچه میشه فقط یه آهنگ به هم آهنگ بیشتر نخوندن ایشون one hit wonder، یعنی یه دونه فقط آهنگ میخوری میزنه دیگه، هیچی دیگه حساب نمیشه، درست نمیشه. البته اون اولشم خودشون گفتن ایشون خیارشور رو ترشی میفروختن، بعدن دیگه همجا دیگه ناگهانی اون آهنگ رو از یه دکه پخش شده و یه ملایی داشت رد میشد و خوشش اومد. آره بعد شد معروف شدن. آره ولی هیچ کاره بودن. نه الانم که دیگه صداش در نمیاد، خفه خون گرفته راحت، فقط میکنش عوض میکنیم و یه پوشکش رو عوض میکنیم و یه غذای مختصری که خفه خون میگیرم اونجا نشسته. ما عاشقشم، چون بودیم عاشقش نمیشدی. خیلی خوشگل نه؟ دندوناشو بردیم دکتر، گفت دیگه امیدی نیست. نه گفت خیلی بد شده، اما هنوز هیزه ها به این اون نگاه میکنه. وامونده چند تا زنم قبل از من داشته. آره سال دیگه هم دارین؟ شما خیلی پری، خیلی دیگه رو داریم راجع به زندگی ما میشین. آره دیگه عزیزان، دختران، خانم ها، 40 سال و 50 سال نمره ای نیست که شما ناراحت بشین، هرچی پیرتر بهتر. آره دیگه شما خودتو فکر کنید، نباید دیگه زحمت زیادی بکشید. آره خونه و زندگی رفاه در کامل. شوگر دادی دیگه، شوگر دادی. آره عشق شوگر دادی مساوی با لاو. آره دیگه حرف دیگه نه موردشون قبل زندگی مردم دخالت نکنین. گرچه ما مصاحبه ما خصوصی نبودید، عمومی بوده، برای همه گفتیم، اما توقع قضاوت نداشتیم دیگه. بریم عزیزم، بریم که پوشکت عوض کنم.
بیپی کردی باز دوباره مردی، شورتو بردم. خوبه که خفه شدی صداشم. بریم فعلا خداحافظ، برم پوشک آقا رو عوض کنم. بای بای. چه خانواده چه دورا دور مردم هر چیزی، چون به قول معروفی ازدواج غیر متعارفه دیگه، ولی این قضیه همه جای دنیا اتفاق میفته، توی حتی بازیگرای اون خارج از ایران و اینکه حتی توی عموم. امکانی نروزی از زندگی راضی هستی؟ خدا رو شکر بله راضی. از من چی؟